1,400,000,000 تومان حقوق در ماه، یعنی فقط بازی کردن و ویدیو ضبط کردن. واقعا یعنی میشه؟ بله که میشه. آریا رحمتی معروف به آریا کیوکسه هر ماه تو یوتیوب تقریبا این اندازه پول در میاره. ایشون متولد سال 75 و یکی از اولین یوتیوبرهای ایرانه. طرفداری میلیونی داره. ایشون بعد از دبیرستان همراه مادر و برادرش رفتن به ترکیه و اوایل هم شرایط سختی داشتن، اما با معروف شدن تو یوتیوب الان مشغول اشغال و بی ام دبلیو و بنتلی و این داستانا سوار میشه. یوتیوبر معروف بعدی فرشاد دهقانی معروف به فرشاد سایلنتی که تو یوتیوب بیشتر کلیپای طنز درست میکنه. طبق برآوردها در ماه حدود $35,000 یعنی حدود 1,000,000,000 تومان درآمدش. ایشون اصالتا اصفهانیه و رفته سوئد مهاجرت کرده اونجا و از اونجا هم داره ویدیوی طنز میسازه و یه رنج روور هم زیر پاشه. دمش هم گرم. اما ستاره پرطرفدار بعدی کیمیا روانگر معروف به میا و کوروش هستن که طبق برآوردها چیزی در حدود 1,000,000,000 تومان ماهانه دارن پول در میارن. میا متولد 71 و تو کنکور هنر رتبه 2 را آورده، اما یهو تو کانال تصمیم میگیره چنل گیم بزنه که کوروش که 2 سال ازش بزرگتر بوده بهش اضافه میشه نمک پاش کار و میره بالا و درآمدشون اینجوری میشه. حالا شما بگید یوتیوبر مورد علاقتون کیست؟